در ماه رمضان نماز تهجد را مثل هر وقته میخونیم یا دیگر خیر؟ نه، نماز تهجد انا برادرای عزیز و گرامی در ماه رمضان هم همون تهجده. یعنی تهجد در ماه رمضان غیر رمضان یکون فرقی ندارد. وقتی تراویح را که خواندیم بود کردین، الحمدلله همین شبای رمضان ولی بسیاری مردم عادت کرده خواب نمیکنن، تا روز مقصد تهجد میخونن، قرآن میخونن، ذکر میکنن، موعظه گوش میکنن، الحمدلله اینو بهترین، بعد روز خواب میکنن. برای همین نماز تهجد رمضان همون نماز تهجده، یگان فرقی نداره. استاد جان وقتی مشغول کار بودن در حولیم فرزندم خورد بود، گریه میکرد. من اهمیت ندادم، گفتم خوابش میبرد. ولی وقتی کارم رو تمام کردم آمده دیدم که مرده است. در این کار خودم رو بسیار گناهگار می حسابم. آیا من در نزد خدا گناهگارم؟ اولین فرزندم بود، در حقم دعا کنید استاد جان. انشاءالله برادرای عزیز و گرامی، فرزندایی که در حالت خوردی میمیرن، اینها برای پدر و مادر بگیم که یک دستگیر، یک شفاعت کننده در روز قیامتن. این یک مقصد خوبیشه. و دیگر این که این حالتی که به سر فرزندی تو آمد، این البته مقصد با یگان عملی خنک نظری از تو نیست. هر یک کودک گریه میکنه. مقصد وقتی اگر منم که مشغولی کار باشم، کودکم که گریه کرد، مقصد چی است؟ میدانم مقصد او برای چی گریه میکنه. کودکه و گریه میکنه یا انتظاری میکشه مادرش میام، مامش میام، کس میام میگیره و من به کار خود مشغول میشم. وقتی آمده که جانش خدا گرفته، به الله مهربان مقصد با حوالش که آن چیزی را که الله تو میدانی من نمیدانم، به دادگیتم شکر، به گرفتگیتم شکر. برای اینجا شما یگان برادر عزیز گویم یگان خطای شما نیست، یگان گناه شما نیست. یعنی او را مقصد تا این حد آوردنم این کار شما نبود. برای این شما در این کار یگان زیقی هم نکنید و انشاءالله فرزند با روز قیامت دست شما را میگیرد. میگویند که اگر از 1 لیتر آب زیاد طهارت کنید، طهارت مکروه میشود. این درسته؟ اکل برادرای عزیز، مقصد در زمانهایی که آب حقیقتا دشواری ها بود، مشکلات ها بود، بعد آب طهارت اندازه داشت. یعنی مقصد با 1.5 لیتر، با 1 لیتر مردم طهارت میکردن. اکی امروز الحمدلله رب العالمین که آب فراوان است و ایرا الله مهربانم، خدای مهربانم برای ما و شما ترحم کرد و این امکانیت ها را که امروز آورده است، خلاص با انا گفتی شما که از 1 لیتر آب زیاد صرف کنیم مکروه باشد، مکروه نیست. فقط مکروه در وقتی می شود که آب بیهوده صرف کنیم. ببین میگه ای خواجه، میگه در لبی جویی هست اسراف آنچه میشویی. اگر چنده که در لبی دریا هم که باشی، فکر نکن که مقصد این قدر آبی که در اختیار من است، من خیلی خواهم همین خیلی طهارت میکنم، لباس میشم. مقصد میگه نه، میگه در همون لبی دریا هم که باشی، میگه حد اندازه را نگه بدار. یعنی در همون جمع اگر از نرمش به معنایی که بیهوده بعد از حدی بعد وقتی آب صرف کردی اسراف می شود، اینجا مکروه می شود. لیکن این خیلی نیست که از 1 لیتر زیاد کردیم و مکروه باشد. نه، مکروه نیست انشاءالله.